حالا که سوالی بباشیم چه دیر بیته نماز تیم بالاخره لوتون شد پورا بکنیم من کم بکنیم که رسینه لوتینه چکا آرام گرفتن کشک بیتن خلاص کسر نبینیم توان بکنم کامل بکنیم بنده در وجه میشه امیر ارسلان جت و ملک صوبان و ها جوان تو که تا به حال کجا بیته کجا سنگدل رحم پتی جوانی نکتا و ترا به دست من به کشگی داد امیر ارسلان های برا بایی جد ای مادر بخطا چه وشه برا و دپیگا بپم تو که بتوانه نگاه چپ به من بکنه من چه میدان داری تیگا آر کهتی منو کشنده پورا زیرا دیو و شکننده تلسم سنگ باران منو امیر ارسلان بن ملک شارومی تا به حال در ادا نبیدتگم دوشی وارد بیدتگم اما شبی که اتکگم مات پولازران کشت مرچی هم اتکان در میدان سزا تیا در کرا بلم حرام زاده چند نفر پریزاده بی قابلین کشته اشتلم کنه اشتلم گوشه کنه مرد میدان تو منو آچه نهاد ملک صوبانش درد گوشتی ای آدمی زاد مادر بکده بیا که شهر منی چنگا کپتگه من ترا لوٹوں نیزه به حواله سینه امیر ارسلان کت هر دو در نیزه و وریوشی بیتن دو نیزه در بازو و دو مرد دلیر یکی اژدیا و دیگر نر شیر امیر ارسلان به لب شیرین نیزه که کپ ملک صوبانشی به در آورد ملک صوبان دست به قبضه زحمه حواله پارک به امیر ارسلان کد که امیر ارسلان زحم چه دستایی در نارد در عوض دست بر قبضه زحم زمرندگار برک تیگو به ظلمت گلاوت کشتی هنچین پارکا نواکتی که مرکب وات اسپاوش چار ټوکری کد دو ټوکر وچ جندی ملک صوبان دو ټوکریشی اسبی چار ټوکری کد صدا و آفرین چه دل ملک اقبال شاه به چرخ برین رسید سپاه ملک صوبان چه جاگه درد که امیر ارسلان دست به زحم زمرندگار با آن حمله کو سپاه ملک اقبال شاه هم چه جاگه درد به قلب سپاه بنی جان جد امیر ارسلان و ملک شاپور به هر طرفی که دیم کچ کشته پشته ساخت وقتی که هنگام زور یک نفری بنی جان باقی نماند تمامان چه پیشا چس کد با پت و پیروزی قدم من بارگاه ایر کد اقبال شاه گوش بزم شاهانه آرایش داد چون سر حریفان چه باده ناب گرم بید امیر ارسلان دیم گو اقبال شاه کتو عرض گو قربان ببم بفرمای سپاه در تدارک ببم برونی کار ملک جان شاه هم یک طرفه یک سره کنی بنده پیش چه تا مقامت ندارم اقبال شاه گوشت لشکر آماده هستی هر وقت مرد داشته برونی امیر ارسلان گوشت بانده اردو حرکت بده آسف وزیر عرض قربان به یه سپاه یک ماهی هستین در جنگ بیده اغلب امیران صاحب اسم و رسمی در این جنگ کشک بیده به قدر 10,000 کس مرچی در میدان کشک بیده باید لاشا آنگه به حاک سپرد بکنه هر کس برای سرکرده و امیر عزاداری کنده یک ماه دیگه هم این کشته هم باید دفن بکنه حداقل باید 20 روز دیگه صبر بکنه سپاه کشته هم به حاک بسپانه بعد چایی هر جاگه لوٹه بروه مختاره
امیر ارسلان گفت وزیر راست باشه، لیکن من تا دو روز دیگه هر چی صبر بکنم، این 20 روز 1 ماه که شما گوشه کشته دفن کنه، ملک جانشاه عرصه به ملک شاهرخشاه تنگ کده، تماما گوسته پروگلکا در بنده حتما میریخته. من در 1 ماه 1000 کار کنم بسازم، معطل و بیکار بمانم، شما کشتن دفن کنید، پس من به تنهایی کن چند تن چپریتان به مملکت عرض بیزارم. کار آیگا و ملک جانشاه یک طرف کنو، اگر کشته بیتون شما هم به سلامت و اگر هم زنده مانتون پت کنو او وقت کس به طلب شما دیم دون تا بیایی. اقبال شاه گفت فرزند این چه خبری هستین؟ یعنی من چه نوکران تی هستم، ما زنده هستیم سر ما هستیم، تا زنده هستم سر منی هستیم، قدم تو بله تو تنها به جنگ ملک جانشاه بروی، چه شجاعان نهنگان روی زمین هستیم و تون دست بر روی دست بلنم بنندم مردم به من چه گوشنده. امیر ارسلان گوشت به تکلیف چین در ای اردو 1 روز بیکار ممانی. اقبال شاه گوشت اردو سپاه به دست آصف وزیر و شمس وزیر می سپردینی و ملک شاپور گون 10,000 چه امیران چند اپرید همراه تو مکاین. امیر ارسلان قبول کو قرار ایرکو روچ بعد برو شب من بارگاه ها بشنوشا بسره بود در 5 ساعت شپاگوست پادت کم بسرا پرده رفتم به استراحت پرداخت وقتم. روچ دیگه در آیگاه آفتاب جهانتاب امیر ارسلان نامدار سرچه به استراحت پاده به حمام رفت، سر و کله سپایده اسلحه پوشت و بارگاه به جای وقت آرام گرفت. ملک اقبال شاه گوشت قربان بم بفرمای تخت حاضر کنم برویم. ملک اقبال شاه گوشت تخت حاضر. اقبال شاه اردو به آصف وزیر شمس وزیر سپردی کو. وقت گو امیر ارسلان و ملک شاپور به تختا نشتن، اپریتان تخت چسکو به طرف عرض بیزار روان بیتن. بعد چه 3 شب و روز سودای شهر ظاهر بی. امیر ارسلان به اقبال شاه گوشت بفرمای اپریتان تختا بر زمین بلن و مرچی در ادای چمان بسر بنه، شب وارد شهر بین. اقبال شاه گوشت اپریتان تخت به زمین ایر کد روچ در چمان بسر بردن. وقتی که آفتاب به سر چهارسار مغرب کشید، شه زنگ جهان مسخر کد. امیر ارسلان اقبال شاه به تختا نشتن. بار دیگه اپریتان تخت هم چست کن به طرف عرض بیزا روان بیتن. 4 ساعت شپا گوستگه به اردو ملک شاهرخشاه و ملک جانشاه رستن. 2 اردو در کمال آراستگی در برابر هم فرودت کن. بند چادر چه بند چادر را گفتگو قرار گده. صدای طبل جنگ چه هر دو این لشکرها به منای رسید. سپر و منا رنگ و شیر رسید. امیر ارسلان گوشت امیر ارسلان سبب منا رسید. امیر ارسلان گوشت تختام و سرا پرده ملک شاهرخشاه به زمین ایر کنه. وقتی که ملک شاهرخشاه گم وزیر و امیران در کمال پریشانی و بیدماغی نشته گفتن گوشه گفتن من نزانم چی به سر امیر ارسلان آد، ما کجاییم، آیا زنده هستیم یا مرده؟ وای بر ما اگر یک میده چه سر امیر ارسلان کم بیبی تو بیتن یقین من زانم چه دست ای حرامزاده جان به در ما نبره نهان برد. وزیر گوش قربان بوم بر فرض ای که امیر ارسلان زنده هم بیبی، حالا که برای می واسطه منفعتی نیستینی تا آیی بیت ملک جانشاه در مارچ روزگار میگا در کاری. ای تبل جنگی که این شپی من جنگم گمان ندارم باند 1 نفر سپاه میگا
چه سپاه مگه جان چه ای جنگا به در ببارده. ملک شاهرخ شاه گوشت خدا بزرگ است، توکل تو الحی الذی لا یموت. بگن تا چه بیتن زاید تا چه زاید شب آبستن است، تا پرده آسمان هزار بازی کنته او رنگا تری نه. ملک شاهرخ شاه گوشت خدا مزنه، توکل تو حی الذی لا یموت. بگن دا چی بیتن شب در باند آسمان هزار رنگ بازی کنته. در همه خبر کنگات که امیر ارسلان پرده بارگاهش کرا جت، ناگهان خورشید جمال آیه من دل شب تال طلوعی کو. پشت سرا ملک اقبال شاه و ملک شاپور داخل بارگاه بیتن. امیر ارسلان تعظیم کت. چند ملک شاهرخ شاه که با آفتاب جمال امیر ارسلان کفت به اختیار. چه نعره کشیده که نزدیک بود جان چای بدن در نبروته. چه جاگه پرد امیر ارسلان چو جان شیرین در بغلا کشد. جبین مردانه آیه چوکتی و گرچه پرزند عزیزم تو کجا بیته گئی. چه گماتی و صد کن آزرده جان بیتونی زرد ترتون. چه گماتی صد کن پرزند تو کجا بیته گئی. چه گماتی صد کن که آزرده جانی را به قدر روز محشر طول دادی هر زمانی را. شایمن چوک تو کجا بیته چه گماتی گم صد کن زرد ترتون زرد بیتون جان. به اندازه روز محشر تو طول داد هر زمانی را. امیر ارسلان دست ملک شاهرخ شاه وش گرفت بر روی تختی نندید. شاهرخ شاه گرفت بر روی تخت نشتن. ملک شاهرخ شاه ملک اقبال شاه ملک شاپور در بر کشید در بغل گرفتی. هر دو این تعارف کتن. ملک شاپور دست وتی جده وتی پیروکه چوکت ساکه مای به مجلس درات. چون که سرگرم بیتن ملک شاهرخ شاه به امیر ارسلان گوشت فرزند در این مدت کجا بیتگی چی بسرتیت که. امیر ارسلان ماجرا وتی و چه اول به مملکت جان بن جان رفتگت به هم جنک کل سنگ باران کشک مات پولازره نجات دهک ملک شاپور با کشک ملک صوبان تمام بیان کو که چه جان ملک شاهرخ شاه و وزیران و امیران آفرین چستوی. بعد چه ملک شاهرخ شاه به وزیران گوشت پرچه نشتگه پاده باشه نکاره بشارت به نوازش در به امیر ارسلان گوشت قربان بمومن هیچ لازم نه بفرمای این شپی در اردو اسم نامه منیگه به زبان میاری. اما طور که هر شب تبل جنگ شما جته همه پیما هم شما بگنید شما هم بانده مثل تمام روچان به میدان بروی سپارایی بکنه. لیکن کسی به میدان مرو تا من به توفیق خدا 18,000 عالم. جواب ملک جان شاه و لشکر آیگه بدم. ملک شاهرخ شاه گفت فرزند هر چه تو بگوشه به جان و دل منت قبول کنم. پس چه گفتگو بازه که قرار جنگ بانده بعد چه قرار ایرکو روچ بعد از کم با استراحت وقت در وقتی که وشی یک سوار عرصه خاور یک تنه خود را به قلب سپاه آن جمع زد. لشکر شام را منهزم کرد و تخت مرصع گرفت. شاه مرصع بدن جیب مرکه درید. شاهد گل پیرهن خاتم زرین که داد دست سلیمان به باد. صبح به صحرا فتاد از گلو آهرمن بیضه زرین نهاد. طایر مشکین شب پیکر پروانه سوخت. شم زمرد لگن شدن در آیگاه آفتاب جهانتاب امیر ارسلان نامدار سرچه بستر را تا پاد سر تا پاد دریا آهن و پولاد بید. سرا پرده و در ناد سوار مرکب بید و
دو لشکر در برابر هم صف و جدال و قتال و آرایش داد سنبهنت و میمنه وشی میسره و در قلب جناح کمینگاه آراسته بید. امیر ارسلان و اقبال شاه و شارق شاه و ملک شاپور در قلب لشکر اوشتاد. دلیران چند به معرکه کار و زار دود کن که چه صف سپاه بنی جان ملک جان شاه بر مرکب سرتک سوار گرگ 114 پارچه اسلحه رزم و نیزه خطی در دست چون رستم دستان قدم بر عرصه کارزاری ایرکو ترید نبرد بجای آرد مردی طلب کد یکی چه سرکردگان اپریتان در برابر تعظیم کد و قدم به میدان ایرکو بدون گفتگو هنچین زهمی وشی به سرا جتی که تا جگرگاهش وشی همه پیما شغاب دی پریادی جا ای شارق شاه در کدیگه و سپاه بی جهت در دست منگه بکشگا دیگه کجا این پسر بنی آدم که به هماتا آورتا بیتا که پولا زیره کشتا دیم ده بیتن سرا پایی گوهایی بگردم تا وشی بر امیر ارسلان نماند های با مرکب سرتک پولاد رگ کوپیکر دریا بر صحرا نورد سایک کردار با در فتار برک سیر دریا شگاف زد. فی دیوانه مرکبی که اگر هی بر او زنی آرد برون ز کاسه سم مغز روزگار. همچین مرکبی که چه جاگه که درد ترید نبرد به جای آورد سر را تنگاتنگ به عزم جنگ با آه به نام و ننگ گفت چم ملک جان شاه با آفتاب جمال و برز و بال و کوپال 21 ساله جوان یکم که چه بدو خلقت آدم تا کنون ماتا دهره کرینه که چشین مردین چوک با وجود عرصه وجود نیاردگه اگر مانی نکش سرچ کبرا در نبیاریده بیتین تصویر یک خلق چمی آیه نتون بکشی پشت لب آیه تازه با آب بکای سبزی کتگه دسته سنبول زلپ چون مشک تر بر دوش ریخته سر تا پا گرک اسلحه و رزم وجه وشی شعر وجه هم باز لکتا شعران بلی که داستان جنده وانه شعر باز لکتا وشی هوچ سر ملک جان شاه درد شعران تو که قصه جنده هم لکتا نوی مردم ویلو که این کی سواره که بلای دل و دین است 100 خانه برانداخته در خانه زین است مایی هست درخشنده که بر ابر سوار است سرویس خرامنده که بر روی زمین است آشوب جهان است اگر اسب سوار است آسایش جان است اگر بزم نشین است بر فرس تند رو هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد هرچه سر ملک جان شاه به در رفت انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم نم بدین لطف و دلبری عقلی حیران بید و پشتی وشی به هم لرزه دستی به زحما و زحما وشی در هوای خشک بید همچین ز سهولت مژگان او به هم لرزید که اشک بوس کشانی ز تیر رستم زان نزدیک 2 ساعت مات و خیره به کد و ترگیب اندام امیر ارسلان چاره تو پس شاهی جز کجامان ترا به هر مذهبی که هستیم بوش بگندان تو که کجا بیتگه به میدان من پرچیاد که حیب چه جوانی و اندام ترکیب نیت که به ناحق وطا را به دست من بکشک ده امیر ارسلان پوزخند جت و گوشتی به کد را دپیگه وطی حبر بکن خانه خراب تو که منو بکشه 100 مثل تو و از تو بالاتر
بالاترا ما کشتگم. اگر وصف منی اشکتگه منو کشنده پولاد زره دیو و برهم زننده دستگاه قلعه سنگ باران امیر ارسلان بن ملکشاه رومی. به توفیق خدای 18,000 عالم قدم به ملک بنی جان ایران که طلسم قلعه سنگ باران پروشت به شهر صفا رفتم. ملک شاپور چه صورت سنگ نجاتون داد. پسرت ملک صوبان و اپریتا مات پولازره ولوته زم آبدارون کد هنی بسر وقت توات کمو پیشه آیت نر پیشه وشی را از نر شیران خالی دیده ای وشی یعنی میدان تو نر شیران چه خالی دیده. چار پریزاد کشته لاک منجنگه اگر مردیه چه مردان عالم نشانه ها گوما جنگ بکن. حریف تو منو چه اشکنگه یه حبرانی وش 9 گنباد سپر نیلگون وقت که با کله جده آه چه جان آئی درد کو پریادی کو ای مادر بخطا حرام زاده آس پا جانتی بکپی من چوک نوجوانه کشته بیاد که من ترا هنی خواهم کشت چه دست من بگر چه دست من دستی به قبضه و زم آبداری رسند برک تیگ چه ظلمت گلاپا کشیدی. امیر ارسلان به چیر ابر سپر پنهان بید که ملک جانشاه چه آسر میدان های 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 گویان که عربده جویان رسد دست به زحمه برزا برتی که امیر ارسلان نامدارا سپر به موره پشت دورده به چالاکی دست به قائمه زم آبدار زمرد نگار رسیدید. هنچینی گوشی به کمر نواختی چو خیار تر بدون ما بید. صدای احسان چه دل لشکر چسبی سپاه ملک جانشاه چه جاگه درد دو لشکر به هم جت امیر ارسلان طرفالعینی گوشی. سپاه ملک جانشاه چه پیش چسکو نزدیک اصول چنگ و چنگال خون آلود قدم ما بارگاه ایر کد. طبل بشارت به نوازش درد. ملک شارخشاه گوشت بزم خسروانه آرایش داد و ساکیان آفتاب طلعتین پریزاده می بگردش درد. مطربان ساجنوکان رنگ رنگین 4 تار و ستار و ارگوان چنگ و عود و رود و تمامش به نوازش و توتک و دهلک و دنبک و تپک و دپک و نه سنتور و کمانچه دور به نواز نراتا هنچین بزم آرایش دا که زوره به نظاره آب مجلس سری چه آسمان چهارما به در آورد. آرتا بیتگه چون که سر حریفان چه باد ناب گرم بید امیر ارسلان و ملک شارخشاه گوشت قربان بمان 2 نفر چه ابریتان به دنبال آصف وزیر و شمس وزیر دیم بده که انشالله باند قدم به باغ پازه را بلنی و این معرکه کسان بکنیم. ملک شارخشاه 2 تن چه سرکردگان ابریتانی به شهر صفا به دنبال آصف وزیر و شمس وزیر دیم دادن. شب در ثلث شب که گستگه ملک ارسلان گفت پادشاهان پریزاد به نوشگه باده گوازند پس سایه و بستر حریرین پس که امیر ارسلان یک پادشاه در بارگاه استراحت کو. ملک شارخشاه دست ملک شاپور گپ داخل امارت حرم بیتا. منظر بانو سر و روی فرزندی که دید چوکتی و آهم به استراحت پرداختم تا وقتی که آفتاب گلرنگ به امر ملک با پرنگ چه بن کوهان پر پلنگ و دریاهای پر نهنگ سر به دنارد و دنیای جهانی چوتی نورا منور و روشن کد. شدم صبحدم چون دمید آفتاب تو گفتی که آتش برآمد ز آب. واجه این هم خلاص بی فصل 7 واجه طلسم باغ پازر واجه خلاص کنی هم دا باز و تنشیفی باز تعریف بوده سلامت باتی واجه الله میاره
الله حافظ. شب شما باز شد. رو با الله مهری. الله حافظ. راحت به انگا بوش مولا کسا نجا انگا بوش مولا کم نجا. خلاص هم کتا کتاب سلامت باتی. الله مهری. آه این وجه 25 چین چکن جتا انشی پی سلامت چین چو بارم جتا 7 8 سلامت